سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وزیر سابق خارجه قرقیزستان ایرلان عبدالدایف سفیر این کشور در دوشنبه تعیین شد. ملیته دوشنبه بازداشت جوان در فرودگاه قصاصگیری بود، نه ابلاغ. جوان تاجیک در کمچاتکا از قبط پنجم ساختمان به زمین افتاده زنده ماند. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان. هواپیمای مینسک تاشکند بعد خبر بمب در دمدیدوف نشست. نقشه دعوت به ارتش در 10 روز اول علاکه 40% اجرا شده است. کارمندان میلیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان با راه شهر 400 متر کانال را تازه کردند. مرگ 2 پیادهگر در 2 صدمه در تاجیک‌آباد و دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 12 اپریل با صدور یک فرمان وزیر سابق کارهای خارجه کشورش عبدالدایف ایرلان را سفیر قرقیزستان در تاجیکستان تعیین کرد. عبدالدایف در این مقام ژنیش رستمبیکوف را عوض می‌کند. رستمبیکوف ماه فوریه سال 2022 در پی به او اظهار ناباوری کردن پارلمان از وظیفه‌اش برکنار کرده شد. پارلمان رستمبیکوف را به آن ابدار کرد که برای حمایت از منفعت‌های قرقیزستان در تاجیکستان تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. ایرلان عبدالدایف در حال سفیر نو قرقیزستان در تاجیکستان شد که مناسبت‌های بیشکک و دوشنبه یک دور پرتنش را پس سر می‌کنند. در یک سال اخیر در جریان درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 58 نفر کشته و حدود 270 تن دیگر زخمی شدند. ایرلان عبدالدایف 21 ایول سال 1966 در شهر الماتای قزاقستان در خانواده کارگردان سینما بکش عبدالدایف به دنیا آمده. سال 1989 میگمای دانشکده دولتی روابط بین المللی مسکو را ختم کرده است. عبدالدایف به زبانهای انگلیسی و خطایی بلد بوده. قبلا همچون سفیر قرقیزستان در خطای و از سال 2012 تا 2018 همچون وزیر کارهای خارجه کشور کار کرده است. عبدالدایف از سال 2020 سفیر قرقیزستان در آلمان بود و ماه فوریه سال 2022 از این مقام آزاد کرده شد. ایرلان عبدالدایف 2 فرزند، یک پسر و یک دختر دارد. طوری قبلا خبر داده بودیم پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 2 فوریه سال 2022 سفیر این کشور در تاجیکستان ژنیش رستمبیکوف را از وظیفه آزاد کرد. ژنیش رستمبیکوف از دکبر سال 2018 سفیر قرقیزستان در دوشنبه بود. او قبلا از سال 2007 تا 2011 سفیر در قزاقستان و از سال 2014 تا 2018 سفیر در ترکمنستان بود و چندین سال به حیث وزیر حالت‌های فوق‌العاده کاتب دولتی و حاکم ولایت اوش کار کرده است. در پایان سال 2021 پارلمان قرقیزستان به رستمبیکوف اظهار ناباوری کرد و گفت که او در امر حمایت از منفعت‌های کشور و شهروندان قرقیزستان در تاجیکستان سعی و تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. مناسبت‌های قرقیزستان و تاجیکستان در حال حاضر دوران پرتنش را پس سر می‌کنند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده‌ها و زخمی‌ها از طرف قرقیزستان بود. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه شام 11 اپریل با نشر یک اطلاعیه ویژه به سمت شهروندان رساند که ویدیوی روز 9 اپریل در شبکه‌های اجتماعی نشر شده درباره بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه ربطی به ابلاغ ندارد، بلکه 2 جوان با نظرعلی اسمان از نویه واسه با مقصد قصاصگیری مناقشه کردند. و بالای این معلوم شده است که اسمان نظرعلی با اتهام غیر قانونی تیار و پهن کردن موادهای پورنوگرافیا از 19 فوریه سال 2022 تحت جستجوی رسمی قرار داشته است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگویند کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شخصیت هر 3 جوان در نوار انعکاس یافته را معاین و در لابلای تحقیق این قضیه یک جنایتکار در جستجوی رسمی قرار داشته را دستگیر کردند. ضمن سنجش معاین گردید که جوانی که گویا مورد ابلاغ قرار گرفته است شهروند نظرعلی اسمان ابراهیمویچ سال تولدش 1993 استقامت کننده نویه واسه جماعت دهات وایسوف دهه باورستان می باشد که سالهای 2017-2018 در قسمت حربی
13483 واقع در نویه واسع ادای خدمت نموده است. ضمناً در نتیجه سنجش معاین کرده شد که نسبت نظرعلی اسمان طبق طلبات ماده 241 قسم 3 بند ب غیر قانونی تیار و پهن کردن مواد یا پردمیت های پورنوگرافی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از سانحه دوم ینور سال 2022 پرونده جنایتی تحت رقم 20881 آغاز کرده شده. نظرعلی بنا به سبب به تفتیشات حاضر نگردیدن از سانحه 19 فوریه سال 2022 در جستجوی رسمی قرار داده شده است. این زمان او در حبس پیشکی قرار داشته مورد تفتیش قرار دارد. گفته می شود در اطلاعیه میلیسای پایتخت بنا به این منبع همزمان در نتیجه سنجش معاین کرده شد که شهروندان سیدوف بیژن سورابویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده شهر بختار ولایت ختلان، حلیمزاده فریدون رستم سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه، نویه سینو کوچه مایاکوفسکی با مقصد قصاصگیری با دستگیر شده نظرعلی اسمان مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به این حادثه هر دو برای دغلانه ویران نمودن ترتیبات جمعیتی طبق طلبات ماده 460 مای دوباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده ماموری ترتیب داده شده جزاهای ماموری تطبیق کرده شده است. میلیسای دوشنبه از کل شهروندان مخصوصاً استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی خواسته است که با مشاهده چنین نوارها به هر گونه خبر و آوازه‌های ناصحیح اعتماد نکنند و جهت چاره‌جویی به مقامات میلیسا مراجعت نمایند. ویدیو کوتاهی که روز 9 اپریل در اینترنت نشر شد موج واکنش‌های را در بین مردم به بار آورد و بسیاری‌ها از مقامات خواستند به چنین شیوه آبروریزنده مجبوراً از کوچه داشتن و برتش بردن جوانان خاتمه دهند. نشریه امکا کامچاتکا خبر داد که ساعت 1:30 شب 8 اپریل یک جوان 22 ساله تاجیک از قبط پنجم ساختمان بنای نو بیمارستان کشور کامچاتکا به زمین افتاده خوشبختانه زنده مانده است. مهاجر تاجیک با جراحت‌های وزنین در شعبه رانیماسیا تحت طبابت قرار دارد. اسم او نشر نشده است. بنا به اطلاع امکا نزدیک ساعت 2 شب 8 اپریل طبیبان یاری تعجیلی از محل ساختمان بنای نو بیمارستان کشور کامچاتکا در کوچه اکروژنای شهرک کروتابرگوی یک شهروند 22 ساله تاجیکستان را به شعبه رانیماسیا آوردند. گفته می شود که او تخمینا ساعت 01:30 از قبط پنجم بنا به زمین افتاده است ولی خوشبختانه زنده مانده است. تشخیص نشان داد که مهاجر تاجیک از ناحیه‌های سر و مغز سر و رانهایش جراحات وزنین برداشته است. استخوان‌های فرق سر، ستون موره و کمرش شکستند. وضع سلامتی جوان تاجیک وزنین ارزیابی می شود. معلوم شده است که این جوان تاجیک در شرکت کروکوس اینترنشنال به حیث دوریدگر کار میکرد و در شهرک الیزو زندگی میکرد. شرکت کروکوس در ولایت مسکو ثبت نام شده به سرمایه‌دار آذری آرز اوغولاروف پدر آوازخوان شناخته امین اوغولاروف تعلق دارد. اخیراً سردار ساختمان بیمارستان کشور کامچاتکا والنتین مانگلیوف گفته بود که در ساختمان بیمارستان 430 نفر کار میکنند. اکثر کارگران را در این و دیگر انشاءاتی که شرکت کروکوس میسازد مهاجران کاری از آسیای مرکزی تشکیل میدهند. این علاقه دومین حالت در ساختمان ها از بلندی افتادن مهاجران تاجیک در یک هفته آخر است. طوری قبلا خبر دادیم شام 4 اپریل در یک ساختمان در کوچه فرفاروفسکای نویه نیوه شهر سنت پتربورگ روسیه جسد یک شهروند 19 ساله تاجیکستان را پیدا کردند. گفته میشد که این جوان هنگام انجام کارهای ساختمانی از قبط ششم ساختمان بنا به زمین افتاده جان داده است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی عائله‌های خود به روسیه میروند و هر سال حدود 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علتهای گوناگون به زندگی پدرود میگویند. فلاکت‌ها در جای کار و در مکان زیست از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. تماشابینان عزیز یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 11 اپریل در وزارت‌های معارف و علم، مالیه، اگنت‌های نظارت در ساحه معارف و علم، خواجگی جنگل، بهداشت زمین و آبیاری تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله سبحانزاده اکرام سبحان با قرار حکومت از وظیفه مدیر اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان
آزاد گردیده با فرمان پرزیدنت مدیر اگنسی نظارت در ساحه معارف و علم تعیین گردید. با قرار حکومت عبداللهزاده زیادالله نظر معاون وزیر معارف و علم، عثمانزاده ایوب اسلام رکتور دانشگاه دولتی خوجند، قربانیان سرور صابر معاون وزیر مالیه، نعمت الله نظرزاده ابراهیم مدیر اگنسی جنگل و عبدالرحمنزاده نگینه شهرت مدیر اگنسی رشد بازار کاغذهای قیمتناک و به قیدگیری مخصوص گردانی شده وزارت مالیه تعیین کرده شدند. رحمتزاده مرادعلی باتور به جای حکیمزاده حاتم رستم که از عالم چشم پوشید رهبر مرکز تطبیق لایحه آبیاری زمین‌های وادی دنقره تعیین کرده شود. مدینه نبیزاده از مقام مدیر مکتب پرزیدنتی شهر بوستان و نبیزاده نعیم از مقام مدیر اگنسی جنگل آزاد کرده شدند. در مورد هر دو گفته شده است که بنا به وظیفه دیگر گذاشتن برکنار شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفتعین از آنها خواسته است که با دست و دل و نیت پاک به وطن و ملت خدمت نمایند، در روند سازندگی و بنیادکاری با مهنت صداقتمندانه و صافدلانه خود سهم مناسب گذارند و وظیفه‌های خدمتی خود را باعث بلند مسئولیت، صادقانه و پاک وجدانانه اجرا نمایند. روز 11 اپریل هواپیمای شرکت ازبکستان هوایولری که از مینسک به تاشکند پرواز میکرد در پی دریافت خبری گویا بمبگذاری شدنش به طور اضطراری در فرودگاه دمدیدو شهر مسکو نشست. خوشبختانه این خبر تصدیق نشد. در هواپیمای تمغه ایروبوس 320 یگان خیل مواد ترکنده نیافتند. خدمات مطبوعات شرکت ازبکستان هوایولری خبر داد که پرواز رقم ایشیو 710 که در خط سیر مینسک تاشکند پرواز انجام میداد روز 11 اپریل سال 2022 طبق جدول ساعت 15:39 دقیقه به وقت تاشکند از فرودگاه مینسک به پرواز خیست. وقتی که هواپیما در حریم هوایی روسیه قرار داشت، یک نفر به آشکار کردن نامش به پشت الکترونیک کارمندان شرکت ازبکستان هوایولری همچنین به مقامات آویاسیونی روسیه و بلاروس خبر داده است که گویا در داخل هواپیما بمب گذاشته شده است. سردار اکیپاژ به خاطر تامین امنیت مسافران تصمیم گرفت که برای سنجش و کافتکاب هواپیما در فرودگاه نزدیکترین فرودگاه دمدیدو در کنار شهر مسکو فرود بیاید. در نتیجه تفتیش هواپیما و مسافرانش همچنین بغاژ مسافران و بار و پشت معلوم شد که خبر بمبگذاری شدن هواپیما دروغ بوده است. ازبکستان هوایولری شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان بوده یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی آسیای مرکزی به شمار می رود. کارمندان ملیس ایالات مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک حشر دستجمعانه در روزهای استراحت 400 متر کانال شش خرق پایان را در موضع اندرستز تازه کردند. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 12 اپریل در صحیفه‌اش در فیسبوک با نشر عکس‌های زیاد خبر داد که با سپارش رهبریت ریاست وزارت کارهای داخله کارمندان ملیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هر هفته به حشر عمومی برآمده برای تازگی و انجام دادن کارهای آبادانی و بنیادکاری سهم بخصوص میگذارند. دوام روزهای گذشته جهت سر وقت شاداب گردیدن کوچه‌های محلی با اشتراک کارمندان ملیس بدخشان زمین در کانال محله شش خرق پایان حشر دستجمعانه برگزار گردید. باید ذکر کرد که تازه کردن پسمانده‌ها و پرتوها باعث افلاس گردیدن محیط زیست شده احتمالیت سرایت‌یابی ساکنان به هر گونه بیماری‌های سرایتی می‌گردد گفته می‌شود در اطلاعیه ملیس بدخشان. مرکز مطبوعات وزارت مدافعه تاجیکستان روز 12 اپریل خبر داد که در 10 روز اول دعوت بهاری شهروندان به خدمت حتمی حربی نقشه دعوت در سراسر جمهوری علاقه 40% اجرا شده است. دعوت بهاری به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 می دوام می‌کند. وزارت مدافعه گفت اینک 4 سال باز در بین ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها ولایت مختار کوهستان بدخشان در نخستین روز دعوت شهروندان اجرای نقشه را در قلمرو این ولایت به 100% برابر می نماید. همین طور در 10 روز اول دعوت بهاری از 25 شهر و نواحی ولایت ختلان تا اندم ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین، ناصر خسرو و فرخار نقشه دعوت را اجرا کرده اجرای نقشه در سراسر ولایت 40% تأمین شده است. همین طور بنا به اطلاع وزارت اجرای نقشه در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به 47 از 3% رسیده
نویه لخش، نور و بود، رشت، سنگوار و توجکوبود علکی از اجرای نقشه برای این نویه ها پیش بینی شده گزارش دادند. در جریان 10 روز چاره‌بینی های دعوتی در کمیسریات های حربی 4 نواحی پایتخت اجرای نقشه 42% را تشکیل می‌دهد، ولی در شهر و نویه های ولایت سوخت در 10 روز اول دعوت بهاری نقشه 27% اجرا شده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امرو با شکایت‌ها از ابله و یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و دبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از راهبران تاجیکستان چند بار دعوت کرده بودند که و این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 11 اپریل در بین 3 ساعت در 2 صدمه در شهر دوشنبه و نویه تاجیک‌آباد 2 پیاده‌گرد از جمله یک کودک 5 ساله جان باختند. بنا به این منبع 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 15:20 راننده ماشین تمغه دیو سیلو محمدشایف محمد ظاهرشاه اسکندرویچ سال تولدش 1984 ساکن نویه تاجیک‌آباد هنگام حرکت در شورای اتومبیلگرد وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد عبدالغفورزاده حبیب‌الله سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد عبدالغفورزاده جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین نیمه دوم روز 11 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 18:20 راننده ماشین تمغه لکسوس فاضلوف نعمت الله زاکیروویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در حدود نویه اسماعیل سامانی پایتخت پیاده‌گرد خردسال نسیم و یاسمینا فروخوونا سال تولدش 2017 ساکن همین شهر را پخش نموده است. در نتیجه خردسال نسیم و یاسمینا جراحت گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با عریضه مرد 59 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2021 مرد 47 ساله ساکن شهر مذکور با روی فریب به باوریش در آمده از او 67000 سومانی گرفته وعده داده است که به او 7 عدد چپته هواپیمایی سمت دوشنبه مسکو گرفته می‌آید، اما نامبرده مبلغ‌ها را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند نسبت مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور که پیش با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای از آن خودکنی آغاز کرده شده است. نامبرده از ماه مای تا ماه دکبر سال 2021 در مغازه قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیاتی واقع در روی اتومبیلگرد خوجند باباجان غفوروف به صفت فروشنده فعالیت نموده در دوره فعالیتش از حساب مبلغ‌های فروش قسم‌های احتیاطی اتوماشین‌ها در عموم 175433 سومانی را از آن خود نموده به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.